بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سلطان، السلام علیک یا سلطان. باز کن در گدایتان آمد، باز هم این کبوتر جلد ایوان طلایتان آمد. آمدم پیش تو که بیمه شود، آمدم پیش تو که بیمه شود اجر 2 ماه نوکری آقا. آمدم تا لباس مشکی را از تنم در بیاوری آقا. در جواب 2 ماه عزاداری آستان بوس مرقدم کردی. قربونت برم یا امام الرئوس. در جواب 2 ماه عزاداری آستان بوس مرقدم کردی. بعد از این 6 دهه حسین کربلایی مشهدم کردی. بعد از این 6 دهه حسین کربلایی مشهدم کردی. آمدم پشت پنجره فولاد یا امام رضا، آمدم پشت پنجره فولاد دردها گفته و شفا ببرم. آقا جان، مولا جان، یا ابوالحسن، آمدم پشت پنجره فولاد دردها گفته و شفا ببرم. کاش 1 لقمه حضرتی بدهی تا برای مریضها ببرم. یا امام رضا، کاش 1 لقمه حضرتی بدهی تا برای مریضها ببرم که چشم به راهن. آمدم با عزای اربابم به عزای تو مبتلا بشوم. آمدم این دفعه ز مشهد تو راهی کربلا بشوم. السلام علیک یا سلطان، باز کن در گدایتان آمد، باز هم این کبوتر جلد ایوان طلایتان آمد. بسم الله. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. سلام مردم، ما به دعای شما تو بهشت امام رضاییم و نایب الزیاره‌ایم. به شرط لیاقت رسیدیم به ایستگاه آخر ماه‌های محرم و صفر. قبول باشه همه عرض ارادت هاتون، عرض محبت هاتون، عزاداری هاتون برای آل الله علیهم صلوات الله، مخصوص حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. همه کارهای خوبی که کردین توی این ماه تا یه جایی برای خودتون توی دل اهل بیت پیدا بکنین، انشاءالله به شایستگی مورد قبول حضرت حجت ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه. ماها معمولاً توی روزهای آخر دهه هامون و مجالسمون میریم در خونه حضرت زهرا مزد بگیریم. الهی که همه عزاداران، همه محبین، همه کسانی که زیارت امام رضا اومدن، اونایی که نیومدن دلشون رو فرستادن، اونایی که میزبانی کردن، امسال خیلی باشکوه بود میزبانی، مهمان نوازی مردم مشهد. باید حتما اینو بگیم. از همه مسیرهای منتج به حرم، از جاده نیشابور به مشهد،
خیلی از خونه ها درشون رو باز کردن، خونه های مشهد عزیزمون درشون باز بود به روی زائران امام رضا. اون رفتارهای قشنگ و بدیعی که ما توی این چند سال اخیر توی مشایه میدیدیم، توی این سالها داریم توی اطراف حرم امام رضا میبینیم. خیلی زیبا و خیلی چشم‌نواز و دلنواز. زائر و میزبان و مهمان نواز و اونایی که دلشان اینجا بود، ماها از حضرت زهرا مزد میخوایم، هرچند خیلی کاری نکردیم اما کم ما رو به بزرگواری خودشون زیاد میبینن و میخرن. یه کدی به ما دادن رسول خدا، در بین همه اهل بیت، در بین همه بچه‌هاشون 2 نفر رو پاره تنشون خطاب کردن نبی خدا. یکی دختر بزرگوارشون بهانه خلقت حضرت زهرا و دیگری هم بین همه فرمودن به زودی پاره ای از بدن من در زمین خراسان دفن خواهد شد و اینکه هیچ غمگینی او را زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند غم را از دل او می‌زداید و هیچ گناهکاری او را زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند گناهان او را می‌آمرزد. الغرض 2 نفر رو پاره تن فرمودن. این به نظرم یه چراغ راهه برای اینکه ما این لحظات آخرین ساعات پایانی ماه سفر هم در خونه حضرت زهرا باشیم، هم ایستگاه آخر که ایستگاه امام رضا است از امام رضا بخوایم، همه حاجاتتون رو بخوایم و به نظرم گره همه حاجات ما به باز شدن گره غیبت امام زمانه. انشاءالله تعجیل فرج امام زمانمون رأس همه حاجاتمون باشه به حق حضرت زهرا، به حق امام رضا. گفت الهی به حق سامن الحجج عجل لولی کل فرج، اللهم آمین. من درس پس دادم، برام سخت بود چون حاج آقای حیدری کاشانی اینجا نشسته بودن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت قبول باشه همه چی. سلامت باشین الهی. مخلص. از سلام و درود و احترام داریم محضر همه عزیزانمون دلدادگان امام رضا علیه السلام در اقصانقاط ایران و جهان. ان شاء الله نمایندگان خوبی باشیم و نایب الزیاره باشیم ان شاء الله. و محضر سیدنا العطوف ابان الرؤوف حضرت علی ابن موسی رضا ابلاغ سلام و پیام و حاجت‌های همه محبانشون رو داشته باشیم ان شاء الله تعالی. همزمان با اذان حرم مطهر هم هست، به فال نیک میگیریم و وقت استجابت دعا. من میخوام اصلا آغاز بکنیم از دعای امام رضا علیه السلام که یک راز و رمز و رازی رو برای راه میانبر سلوک الله و رسیدن به سرچشمه تمام سعادت ها، برکت ها، عزت ها برای ما معرفی کردن و اون ارتباط حد اکثری و تقویت رابطه با ساحت امام معصوم زمانه. به ما یاد دادن دعایی که بلافاصله بعد از دعای عهد جناب محدث قمی در مفاتیح الجنان از لسان مطهر امام رضا نقل میکنن که به یاران خاصشون مثل یونس ابن عبدالرحمن فرمان میدادن، دستور میدادن، دستورالعمل که این گونه ارتباطتون رو با ساعت حضرت بقیت الله حضرت ولیعصر برقرار کنید. در حالی که حضرت هنوز به دنیا نیامدن و نسل‌های بعد به دنیا. خیلی امام رضا سفارش میکردن، خیلی بقیت اللهی بودن، خیلی مهدوی بودن و اونجا یه فرازی داره، دعایی است که بلافاصله بعد از دعای عهد آمده در مفاتیح الجنان با اللهم ادفع ولیک آغاز میشه. اوجش به نظرم این دعاست که امام رضا علیه السلام به ما یاد میده اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدی. خدایا دست ما رو بگیر تو دست امام زمانمون بذار، با 2 دست هدایت و تربیت او ما رو سلوک بده در مسیر بندگی، در مسیر للهی شدن، بقیت اللهی شدن، دست در دست امام زمان. که اگه این دعای امام رضا در حق ما مستجاب بشه ما به سرچشمه تمام عزت ها و برکت ها رسیدیم ان شاء الله تعالی. این که من آخر کار گفتم رأس همه حاجات 2 ماه همون از امام رضا این باشه که امام زمان، شما کامل فرمودید. از همین جا الهام گرفتم، اتفاقا از همین جا الهام گرفتم. دست شما در سلامت باشیم. خدا حفظتون کنه. جناب قوامی عزیز، من فکر می‌کردم که یک آیه‌ای که بشه صریحاً به امام رضا علیه السلام ربطش داد و تعلق داشته باشه، چون که یه زمانی محضر حضرت آقا بودیم، کارشناسان یاد خدا، سمت خدا، و حضرت آقا فرمودن بعضی وقتا من تعجب میکنم که یه برنامه کارشناسی دینی یا یه منبری یک آیه قوی و محوری نداره، در صورتی که اول از همه نخ تسبیح تمام معارف ما آیات قرآنه و بعد یک آیه کلیدی رو محور قرار بدیم. بعد فکر میکنم یه آیه‌ای که خیلی سریع ما رو به امام رضا برسونه
یه مرتبه این آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آیه 86 سوره هود معمولا در امام زمان برای امام زمان به کار میره و اتفاقا اولین کلامیه که بر زبان امام زمان جاری میشه از کنار کعبه، همه مردم میشنون. اصلا اون سلوک مهدوی که منظور امام رضاست، اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدی، با این آیه آغاز میشه. سلوک مهدوی مردم جهان بر پایه دولتی که این آیه خیلی آیه پرظرفیتیه. بعد سوال این که بقیت الله کیه؟ به صورت خاص و خاص وجود امام زمان ارواحنا فداست. اما امام هادی علیه السلام در زیارت جامع کبیره که امام زمان فرمود نعمت زیارت، چه زیارت خوبی، اونجا خطاب به یکایک ائمه به ما یاد میدن بگیم بقیت الله و خیرته، ذخیره خدا، نماینده خدا و برگزیدگانش، یعنی هر امام معصوم بقیت الله. این یک شاهدی که دیگه مستقیم به امام رضا برسون که امام رضا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، یعنی امام رضا خیر لکم ان کنتم مؤمنین، امام رضا برای شما پرخیرترینه، پربرکت ترینه اگر مؤمن حقیقی باشید. این که توی روایات مستند ما نقل شده وقتی که امام حضرت ابوالرضا آقا موسی بن جعفر علیه السلام این قنداقه امام رضا رو از دست مادرشون حضرت بیبی نجمه خاتون گرفتن و در گوش راستشون اذان، در گوش چپشون اقامه گفتن، با آب فرات و تربت از سید الشهدا کامبرداری کردن، تربت چشانی کردن بهشون. وقتی که دعایی کردن و دادن دست حضرت نجمه فرمودن هازا کرامت الله خذیه فانه بقیت الله، این کرامت ویژه خداست، او رو در بر بگیر، پرستاری کن، مواظبت کن، مراقبت کن که این بقیت الله، ذخیره خدا، نماینده خداست. پس امام رضا از لسان مطهر آقا موسی بن جعفر به طور خاص الخاص میگه بقیت الله. بعد حالا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمن حقیقی باشید با شهود قلبی، با شهود وجدانی میفهمید و تصدیق میکنید که او بهترین است، پرخیرترین است، پربرکتترین است. حالا سوال اینه در چه وجوهی امام رضا علیه السلام پرخیرترین و پربرکتترین است برای ما؟ یکی که حالا در اصل وجود ما که همه طفیلی وجود امامان معصوم و از جمله امام رضا علیه السلام به وجودهی ثبتت الارض و السما، این برای هر امامیه، اصلا آسمان ها و زمین برپاست به خاطر وجود ائمه اطهار، تا برسه واسطه نعمت ما، واسطه رزق و روزی ما، تا برسه به این که بگیم آقا هدایت رضوی برای شما پرخیرترین و پربرکتترین است، تربیت رضوی، مرام رضوی، کلام رضوی، روش رضوی، منش رضوی، نگرش رضوی، همه اینها برای شما پرخیرترین و پربرکتترین. معیت با امام رضا، ولایت پذیری حضرت، اطاعت حضرت بار دنیا و آخرت شما رو در عالی ترین درجات خیر و برکت میبنده. این اساره ای که از این آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و اون جمله آقا موسی بن جعفر حضرت ابوالرضا خذیه فانه بقیت الله، یعنی خلاص مخلص کلام به قول عرب ها، امام رضا برای شما پرخیرترین و پربرکتترین است اگر مؤمن حقیقی باشید، شک نکنید. الهی که خیلی زود امام رضا دست ما رو بزنن تو دست امام زمانمون. آره منظورم همون تبیین فرمایشات شماست، یعنی ما تربیت رضوی بشویم و بعد با این تربیت و پرورش رضوی اون قابلیت رو قطعا پیدا خواهیم کرد که دست اون رو بزنیم دست امام. اتفاقا اولیاء الله میگن اونایی که دستشون به دست امام زمان رسیده به دست حضرت سلطان علی ابن موسی رضا رسید. یعنی همون جوری که این دعا رو یاد ما دادن در مقام نظر، در مقام عمل هم خودشون میدان دارن، خودشون طلایه دارن، میگیرن دست میزنن که یه مقدار لیاقت میخواد، یه مقدار ما ولایت پذیریمون، اطاعتمون از ائمه اطهار بیشتر بشه، میرسیم به اون مقامش. حالا اینکه فهمیدین امام رضا خیلی امام زمانی بودن، مهدوی بودن، خیلی به دل من نشست. حتی امامان متأخر زیاد بیشتر یاد میکردن از شرایط غیبت امام زمان. یاد چند تا فرمایشات دیگه‌شون افتادم که اونها هم تأمل برانگیزه. یکیش خیلی خوشگله، دارم می‌خواد اینو توجه مردم پررنگش کنه. حالا اینکه می‌فرمایند که از امام زمان یاد میکنن که چه نیکوست انتظار فرج او که این خودش فرجه و بعد از مردم بر خودشون اولاتر و از پدر و مادر بر اونها مهربانتر، هم نام جدم و شبیه منه. این جمله امام رضا خیلی خوشگله، یعنی چهره امام زمان، این اتصال امام رضا و امام زمان خیلی عجیبه.
میگن که شبیه منه چهره. شما وارد عرصه چهره نگاری علم اطهار شدین، مخصوصا فضای ادیبانه و شاعرانه و اینا بیشتر دور شکل و شمایل ظاهری میگن که البته اونم جلوه‌ای از نور علی نور ولایت و امامت و جلوه‌ای از الله و نور السماوات و الارض. اما با لحظه لحظه این شباهت ها، این کلام ها دل انسان نورانی میشه، پر و بال میگیره. اما از همون چهره ظاهری که عبور بکنیم به ساحت نوراللهی حضرات معصومین برسیم، اونجا قوقاست. آره. اونجا قوقاست و اونجا دیگه لا یوسف و لا یدرکه، نه وصف میشه و نه درک میشه. این معنای کلهم نور واحد رو ما اونجا میتونیم ببینیم، یا به تعبیر از آقا انسان 250 ساله که مجموعه ای از فضائل و کرامات و اینها. آفرین، مرحبا. خیلی خوب. اذان آخرین روز ماه صفر در اذان مغرب، آره، و ورود به ماه ربیع الاول در صحن انقلاب حرم رضوی. آقا دل بشارت انگیزه، چون پیامبر فرمودن بشارت است برای من قدر ورود به ماه ربیع الاول. برای مردم آرزو بوده، اینهایی که پای تلویزیون نشستن. من پیروز خیلی یادشون کردم، گفتم مخصوصا آقا اونایی که 40 مشایخ قسمتشون نشد. بعد حالا اینجا آرزوشون بود، اینجا هم نشد. خدا به داد دلشون برسه. هرچند دلشون اینجا بوده ثوابشو میبرن قطعاً، و گاهی ثواب بالاتر میبرن، چون لحظه لحظه این حسرت ها خودش ثواب زیارت رو داره، مقام شفاعت رو داره و به عنوان زائر از راه دور و گویا هر لحظه زائر بودن. امیدواریم که دلشون امام رضایی، دلشون امام حسینی، زندگیشون بندگیشون امام حسینی و امام رضایی باشه انشاءالله. خب خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین ما یه فرصت از دوستانمون بگیریم، برگردیم، بعد بیایم تبیین بکنیم این که این خیر مطلقی که بخواد نصیب ما بشه در عمل، در روش زندگی ما چه بکنیم که انشاءالله دست ما رو امام رضا بگیرن بذارن تو دست امام زمان. با اجازه شما بسم الله. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. حاجی عزیزم فرمودن که ما ماه عزای آل الله علیهم صلوات الله رو داریم سپری میکنیم و وارد ماه شادی آل الله علیهم صلوات الله میشه. عرض میکنم که یا امام رضا، ما اسیران و فقیران و یتیمان توییم، ما اسیران و فقیران و یتیمان توییم، لحظه شادی و غم دست به دامان توییم، همه یک جور به دنبال بهشتند ولی ما بهشتی شده یه گوشه ایوان توییم. الحمدلله رب العالمین. این همه اعتقادمه، با همه قلبم میگم. شمایی که پای تلویزیون نشستین هر جای ایران عزیزمون که من موکبهای استانهای مختلف رو هم در همین از میدان شهدا تا حرم دیدم که برپا کرده بودن، شماهایی که دلتون میخواسته بیاین زیارت بکنید، شماهایی که دلتون میخواسته بیاید موکب بزنید، از زائران امام رضا پذیرایی بکنید، قسمتتون نشده، باورم اینه که شما امام رضایین، شما امام حسینین. شاید منی که اینجا هستم و مثل منی امام رضایی نباشین، ولی شما باشید که قطعا هم همینطوره. خوش به سعادت شما. من از شما التماس دعا دارم تو این لحظات آخر برای همدیگه دعا کنیم، برای منم دعا کنیم، ضمن اینکه دعای مشترک هممون هم دعا برای فرج امام زمانمون ارواحنا له الفدا باشه. خب رسیدیم به این که آقا ما امام رضا رو دوست داریم، چهره امام رضا شبیه امام زمانه، سلوک امام رضا چگونه است، ما چجوری عمل بکنیم که دست ما رو امام رضا بذارن تو دست امام زمانمون، بشیم یار امام زمان، بشیم زمین ساز ظهور امام زمانمون انشاءالله، اونطوری که از متوقع دارن رفتار بکنیم. ریش و قیچی دست شما. چه سوال خیلی زیبایی که مرتب باید از خودمون بپرسیم و دنبال راهکارهاش باشیم. چون اشاره فرمودید به ورود به ماه ربیع الاول با همین لحظات مقدس، باز این رو هم تاکید بکنم که در حقیقت شب هجرت پیامبر از مکه به مدینه و مبدأ تاریخ هجری قمری و شب عملاً بیتوته امیرالمؤمنین در جای پیامبر برای حفظ جان پیامبر گفت که در شب فتنه شب خنجرها باز هم چاره علی بود نه آن دیگران. باز هم چاره علی بود نه آن دیگران. حق لیلة المبیت هم ادا بشه. شب خیلی عزیزیه، مخصوصا در اثبات عظمت و شأنیت مولامون امیرالمؤمنین، سرحلقه ولایت و امامت و نور علی نور ولایت و امامت. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله که باشیم در شمار اولیاءشون، شیعیانشون،
محبانشون و محبانشون. عملا این سوال شما این سواله که چیکار بکنیم شیعه واقعی اهل بیت عصمت و طهارت بشیم. اتفاقا روی نام شیعگی امام رضا خیلی غیرت داشتن. میگفتن همینطوری خرجش نکنید، نگید به راحتی نگید شیعه امیرالمؤمنین. شیعه امیرالمؤمنین نشانه‌هایی داره، نشانه‌هایی داره. بعد حالا اون داستان معروفی که امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنن، میگن تعداد زیادی آمدن به ابوسلط گفتن بگید عده‌ای از شیعیان جدتون امیرالمؤمنین از راه دوری آمدن. حضرت توجهی فرمودن که برشون گردونید، انی مشغولان فصرفهم، من مشغولم اینا رو منصرف کنید برگرد. روز دوم اومدن دوباره گفتن ما جمعی از شیعیان امیرالمؤمنین. حضرت فرمان برشون گردونید. بعد داره فصرفهم شهرین، 2 ماه متوالی اینا اومدن. امام رؤوف جلوه رأفت و مهر خداست. چطور اینا رو دست رد میزنه؟ بعد اونجا دیگه اینا به اضطرار رسیدن، شکستن، به اشک و بکا رسیدن. خطاب آمد اباسلط بگو اینها وارد بشه. یه پرانتز باز کنم، اباسلط میگیم خیال کنیم فقط خادم امام رضا و دربان بوده، در صورتی که همینجا 20 کیلومتری مشهد مرقد مطهرش. ما یه بار در جمع رسولان رضوی در کرامت یه همایشی بود، اونجا رفتیم. بعد تولیت اباسلط اومد 5 تا کتاب، هر کدوم حدود 300 صفحه، حدود 1500 صفحه در شأن فضائل اباسلط. فقیه طراز اول، محدث طراز اول، عارف طراز اول، از اصحاب مناجاتی امام رضا صداش میزده برای مناجات‌های سحرگاهی کنار امام باشه. خیلی مقام داشته اباسلط که اینطوری محرم اسرار بوده و حضرت بهش چنین مقامی رو دادن. حتما وزنه‌ای بودن که اینقدر نزدیک واقعا. و بعضی وقتا ما از همین اولیاء امام رضا باید بریم حاجاتمون رو بگیم. یعنی گاهی حضرت اتفاقا به دست اینها میذارن که گره ها باز بشه. اینه که توصیه میکنم عزیزانی که مشهد میان یه 20 کیلومتر خروجی مشهد اونجا برن زیارت حضرت اباسلط و مظهر ظهور کرامات و خیرات و برکات دلشون رو به دست میاریم با این کار. واقعا. بعد فرمودن اباسلط بگید حالا بیا. وقتی اومدن حضرت فرمودن همونجا وایسید دم در. بعد اینو یکیشون به نمایندگی گفت سلام علیک کردن، گفتن ما هذا جفاء العظیم یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، این بیمهری و کم لطفی در حق ما به خاطر چیه؟ حضرت فرمودن به خاطر این بزرگترین دروغ عالم رو میگی. ما تعجب، ما چه گفتیم؟ فرمودن این که میگید ما جمعی از شیعیان جدتون امیرالمؤمنین. شیعیان جد ما امیرالمؤمنین مالک اشترها، سلمانها، ابوذرها، مقدادها، محمد ابن ابی بکرها، اونایی که و حتی فرمودن امام حسن و امام حسین ها شیعیان جدمون امیرالمؤمنین بودن که اینا جای پای امیرالمؤمنین لب از لب باز نمی‌کردن مگه به کلام علوی، به رضایت علوی. بعد فرمودن آقا چی بگیم؟ فرمودن بگید ما جمعی از محبان شماییم، دوستدار محبان شما، دشمن دشمنان شما. اینو گفتن. وقتی اینو گفتن حضرت فرمودن حلموا الی اخوانی حلموا الی. یکی اینا رو در آغوش گرفتن، مصافحه کردن، معانقه کردن. بعد فرمودن اباسلط اینا چند روز اومدن؟ 60 روز. فرمود اینا رو چند روز در اینجا نگه می‌داری، به نیابت از من 60 بار بر اینها وارد میشی. در هر مرتبه اینها رو مورد لطف و کرامت قرار میدی، هم خودشون، هم خانواده هاشون، بچه هاشون، بستگانشون، همسایگانشون، همه رو با سوغات و ارمغان و هدایا راهی میکنی. 60 بار از جانب من به اینها سلام، اینها مورد لطف و کرامت قرار میدی. چه پیام زیبایی. همین رفتار امام رضا کلی کلاس درس توش الان باید بشینیم فقط. یه دانشگاه عظیمه، واقعا جای صحبت داره. بعد حالا سوال شما اینه که ما چیکار کنیم به این مقام شیعگی برسیم؟ مالک اشترها، ابوذرها، ما رو برنگردن، همون دفعه اول بگن بفرمایید. آفرین. یعنی در حقیقت چیکار کنیم؟ یه سلمانی برای امام زمان، سلمان من اهل البیت به مقام معیت رسیده بود دیگه. ببینید راهکار رو بهمون نشون دادن. فرمودن ولایت، محبت لازم هست، کافی نیست. محبتی که ما رو به ولایت برسونه. ولایت عجینه با اطاعته. اونم اطاعت عاشقانه، اطاعت عارفانه، اطاعت مشتاقانه. میگیم که باید با امام رضا همراه بشیم، با روش امام رضا، با منش امام رضا، با کلام مرام امام رضا، با سبک زندگی و بندگی امام رضا باید همراه بشیم. حالا میگیم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شد امام رضا بقیت الله، امام رضا برای شما پرخیرترین و پربرکت‌ترین است اگر مؤمن حقیقی باشی. حالا یک کلام امام رضا رو بیان میکنیم، ببینیم چه خیراتی، چه سرچشمه خیرات رو برای از یک کلام. بسم الله. میفرماید که اجتهدوا، تلاش بکنید. جهاد معلوم مدیریت جهادی میخواد این فرایند. اجتهدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات.
زمان 24 ساعتتون به 4 قسمت تقسیم بشه. ساعتم من لمناجات الله، ساعتی برای مناجات با خدا. این ساعت مناجات با خدا در صدرش همین وقت نمازه. وقتی انسان، این نماز خلوت انسان با خداست دیگه. مناجات نجوای دو طرف است و نجوایی که غیر درش حضور نداره. خیلی کلمه ببین میتونست بفرماید که ساعتا لعبادت الله، اون عبادتی که مناجاتی باشه، خلوت دو طرفه. مرحبا. قطع تعلق از غیر خدا و یه خلوت 100% دو طرفه با خدا که حقیقت نماز، حضور قلب در نماز هم همین. امام رضا برای همین خلوت مناجاتی برای نماز که میرسه میفرماید لا تؤخرن صلاتک عن اول وقتها ابدا، نمازت رو از اول وقت هرگز تحت هیچ شرایطی به تأخیر نینداز. حالا مستمعین عزیزمون نگن چرا عالم بی‌عمل شدید دارن نماز میخونن، ان شاءالله ما ملحق میشیم نماز رو میخونیم. شنیدم خودشون توی مناظره با یکی از دانشمندان مسیحی چیزی نمونده بود مسیحی مسلمون بشه، یعنی مثلا دو سه تا جمله دیگه میگفتن مسیحی مسلمون شد، ول میکنن میرن. مسیحی کجا داریم میریم؟ میگم نمازه. یعنی حتی میگه که آقا یکم چند جمله دیگه من مسلمان بشم، میگم مسلمان دارم نماز میخونم. آفرین. این هم درس عملی که اتفاقا دیشب دیدم تو همین استودیو پرده برداری شد از اثر جدید جناب روح الامینی که سالها روش کار کردن. همین صحنه مناظره امام رضاست با دانشمندان یهودی و مسیحی و اینها که بعد به اوجش که میرسه وقت نماز میشه حضرت میذارن و میرن. و برای حضرت امام همچنین چیزی نقل شده که مثلا میگه در نفل دوشادا جای خود میگه گورباچوف اومده بوده دیدار آقا، یه دیدار خیلی مهم. بعد اوج بحث یه مرتبه وقت نماز انگار حضرت میرن برای نماز. ان شاء الله ما البته بخوایم عمل کنیم بعد برنامه رو رها کنیم، قطع کنیم چند لحظه ان شاء الله از خدا خواهیم توفیق عمل. خدمتتون عرض کنم که ببینید آنچه که جلوه مناجاتی داره مورد تاکید امام رضاست. اینو الان روانشناسی روش بهش میگه که هوش معنوی، SQ. یه زمانی میگفتن رمز موفقانه عالم IQ برتره، هوش فردی برتر. اومدن جلوتر گفتن نه EQ برتر، هوش اجتماعی بالاتر. الان تمام روانشناسا میگن رمز موفقانه عالم هوش معنوی برتر، SQ. میگه اینا فهمیدن که سرچشمه عزت ها و برکت ها و ثروت ها کجاست، در نهان قلبشون یه معامله‌ای با خدا کردن. بعد می مولتی میلیاردرهای جهان میبینی خیریه داره، مثلا هزاران نفر ایتام رو میگیره، یه معامله‌ای با خدا میگیره، جریان برکت رو به سمت خودش جلب میکنه. یه هوش معنوی بالایی دارن. اون هوش معنوی حتی فرعون رو در بعضی از روایات امام صادق علیه السلام هست میگه که وقتی که همه میخوابیدن نیمه شب یه اتاق مناجات داشت، رأسش نوشته بود الله. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی میگه تاجو ور می‌داشت، لباس پادشاهی، لباس مندرس پاره پوره، فرشو میزد کنار، خودش رو خاک مینداخت. میگفت خدایا تو میتونی، منم میدونم، خدا خودتی، من خدایی به من اما بذار ما هم چند بار ادای خدایی رو در بیاریم چند صباحی. بعد میگه یکی از رموزی که این حکومتش خیلی طولانی شد همین مناجات‌های سحرگاهی شد. ببینید در باطن یه چیزایی پیدا کردن. بعد حالا حضرت اول از همه میذاره روی مناجات لله که اون هوش معنویتون رو با کائنات، با رب، یعنی لازم هست ولی کافی نیست، یه چیزای دیگه هم باید باشه. بله در اینه که در کنارش بلا فاصله میفرماید و ساعتا لامر المعاش، ساعتی برای امر معیشت، استقلال اقتصادی. ببینید این نگاه گاهی در بین متدینین دیده میشه که نگاه اشتباهیه. پیامبر و اهل بیت اصلاح کرد که مثلا ثروت چیز بدیه، پول چیز بدیه، در صورتی که یک روایتی داریم میفرماید لا خیره، پیامبر هیچ خیر و برکتی نیست در کسی که جمع المال من الحلال، جمع‌آوری ثروت از راه حلال رو دوست نداشته باشه. یعنی باید عشق بورزیم به جمع مال از راه حلال، به ثروت‌های حلال پر برکت. مؤمن باید عشق بورزه. کمان که یکی میگفت ثروت‌های حلال هم به مؤمن عشق می‌ورزه. ثروت حلال و طیب و طاهر میگه ای کاش من به دست مؤمن برسم در راه خدا خرج بشم، چرا در راه حرام خرج بشم. یعنی این حدیثو که خوندم یه مرتبه یکی توی حماشی گفت آقا ثروت‌های حلال هم به مؤمن عشق می‌ورزه، ثروت‌های پربرکت هم به مؤمن عشق می‌ورزه. اللهم ارزقنا ان شاء الله. بعد اونجاست که
امام رضا میفرماید الکاد العیاله افضل من مجاهد فی سبیل الله. من فقط یه ذره نگران وقتم هستم. سریع سرعت میدید. مجاهد اقتصادی در نگاه امام رضا با فضیلت‌تر از مجاهد رزمی و نظامی محسوب میشه. در جایی میگه که اصلا این تحصیل رزق و روزی حلال مثل جنگیدن در زیر چکاچک شمشیرها و نیزه هاست. امر رسیدن به استقلال اقتصادی، ای کاش برسیم در نظام آموزشیمون، والدین، معلمان، مربیان، آموزش و پرورش، در نظام تربیت دینی تا 14 سالگی فرزندان ما باید به درآمدزایی و استقلال اقتصادی برسن. اینو در جایگاه خودش ثابت میکنی. یعنی به جای خیلی از اطلاعاتی که به کار نمیاد بعدن به اینجا برسه. امر بعدی رو میفرماید و ساعتا للمعاشره، برای معاشرت ها. حالا مطلق معاشرت ها صله رحم، احسان به پدر و مادر، اون نزدیکانه، تا مثل تاکید میکنن لمعاشرت الاخوان و الثقات الذين يعرفون عیوبکم، اون افراد مطمئن برادران دینی که عیوبتون رو به شما هدیه میدن، عیوبتون رو بهتون بیان میکنن. و یخلصون فی الباطن، یخلصون لکم فی الباطن، در باطن با شما خالصانه صادقانه، اما عیوبتون رو بهتون تذکر میدن. اونا باعث رشدن، باعث تعالیم. برای اینا، برای معاشرت با اینا وقت بذارید. و وقت چهارم، وقت تخلون فیها للذاتکم، وقتی که خلوت کنید برای لذت‌های حلال. بعد میفرماید اهمیت این وقت. آره بعضیا تا اینجاشو میگن، می‌خواستم بگم اینجا بعدش خیلی مهمه. اتفاقاً شاهد این که شما میگید خیلی مهمتره، میفرمایند و بذالک الوقت تقدرون علی 3 ساعات. ما موقعی میتونیم اون ستاره بهش برسیم که اینو عبادت و معیشت و معاشرت انرژی میخواد، شارژ میخواد، باید سرشار بشه، پربار از انرژی و توان بشه. ما به عبادت و معیشت و معاشرت برسیم، میگه با این وقت لذت. این دین ما اینه ها، چه جامعیت، مذهب ما اینه ها. خدا شاهد. حالا اونایی که دارن وارونه جلوه میدن، نمیدونم دین گریه، دین نمیدونم فلان، دین سستی، رخوت، افسردگی، اینو بشنون. اصلا این حدیث امام رضا میشه گذاشت وسط تمام نظریه پردازان مدیریت زمان جهان رو، به مناظره، به تحدی، به مباهله. بگیم که شما چی میگید که میگید پرفروشترین کتاب‌های جهان تو آمریکا و اروپا اول هر سال میلادی اونه که یه نظریه جدیدتری در رابطه با مدیریت زمان داده باشه. این حالا یک دانشگاه عظیمه، بر اساس این میشه مثلا یک دکترا تعریف کرد، دکترای مدیریت زمان اسلامی، اینقدر زیر شاخه داره. حالا میگیم لذت از دید امام رضا، شاخه اولش لذت‌های خانوادگی است، جمع‌گرایی خانوادگی است. حضرت میگه محبوب ترین سفره ها اونه که بیشترین دست ها به طرفش دراز بشه، یعنی مثلا جمع‌گرایی خانوادگی. بعد روابط همسران، اون لذت که در خلوت باید باشه. یه کتابی هست به نام محرمانه با همسران، این کتاب رو حتما زوجهای جوان بگیرن مطالعه کنن. عمده احادیثش از امام رضا علیه السلام. مدیریت کردن خلوت جنسی همسران رو، چون خیلی مهمه. همینطوره. الان خیلی از مشکلات که الان یک مقاله پژوهشی آمده ثابت میکنه بالای 85% طلاق‌ها در ایران، هم طلاق‌های عاطفی هم طلاق‌های رسمی، به خاطر عدم کامیابی جنسی موفق. امام رضا در وقت لذاتکم. بعد میگیم دیگه لذت چیه؟ میفرماید بالعافیت توجد لذت الحیات، با عافیت و سلامت لذت زندگی رو شما میچشی. برای عافیتت، برای سلامتت باید سرمایه گذاری بکنی، هر چیزی رو نخوری، برنامه‌ریزی داشته باشی. بعد حالا بیا در عرصه طب و رضا، ببین امام رضا چه عرصه‌ای رو در عرصه تندرستی و عافیت باز میکنه تا ما به لذت برسیم. مسافرت از دید امام رضا لذت، سیاحت لذت، ورزش ها لذت، شنا لذت، حتی داره ماساژ بدنی. بعد امام رضا میگه اگر یک کس به من خبر بدن یک کسی با مالش و ماساژ بدنی مرده‌ای زنده شده، من تعجب نمی‌کنم. یعنی میگه که باید این رو داشته باشید تا انرژی بگیرید. آقا خیلی ممنونم. هم درشتاشو گفتین، هم ریزاشو. اتفاقا خیلی خوب شد، یه بسته کاملی شد برای کسانی که میخواد استفاده کنه. خیلی حظ بردیم. دم شما گرم. اجرتون با حضرت رضا باشه. خوبه. هر چه هست شاهکار اوست و ما در این میانه هیچ کاری. زنده باشید. آقا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. نتیجه علی ابن موسی رضا خیر لکم. الحمدلله رب العالمین. هی به هم میگیم خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، خدا اون خیر بزرگه رو به همه بده. یعنی امام رضا رو امام رضا، ولایت امام رضا رو، محبت طاعتش رو. آقا دم شما گرم. خیلی استفاده کردیم. مردم مثل شما که
امام رضا رو هیچ وقت رها نکردید و رها نمی‌کنید، ما هم توی یاد خدا امام رضا رو قرار نیست رها بکنیم. از مشهد میریم، منتها میریم به قم مقدس، از جوار خواهر کریمشون میریم پیش یکی از نوه‌های امام رضا، امامزاده موسی مبرقه، امامزاده باصفا و کریم و بنده نواز در شهر مقدس قم. اطلاعات بیشتر رو فردا تو برنامه یاد خدا خدمتتون عرض میکنم. بازم نایب الزیار شما به شرط لیاقت هستیم. یه دو بیت بخونم با شما خداحافظی بکنم. گفت دست ما بر کرم و رحمت مهدی باشد، عشق ما آمدن دولت مهدی باشد، آخر ماه سفر از کرمت یا سلطان، روزی ما فرج حضرت مهدی باشد. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ.